های گایز، من تکنولوژیستم، اسمم کامیله و به چنل من خوش اومدین. همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم این ویدیو راجع به مارکتینگه که چطور بتونیم از روش بازاریابی پول در بیاریم. من این ویدیو رو می‌خواستم محصول محور بریم جلو. موضوع ویدیومون راجع به اینکه چطور ما بتونیم از یه محصول خیلی ساده درآمدزایی کنیم. یه سری محصوله هست که شما باید خیلی روش سرمایه گذاری کنی، یعنی با سرمایه کم مثلا 2 تومن 3 تومن 4 تومن نمیتونیم اونجوری اینو بفروشیش، اونجوری نمیتونی به بازار عرضه کنی چون رقبای بهتری هست. شما اگر وردپرس کار میکنین یا طراحی وبسایت انجام میدین، منوی دیجیتال یک محصول درست کنین و چندین تا ازش بفروشین، 100 تا 200 تا 1000 تا. کاملا این موضوع برمیگرده به اینکه شما چه مارکتینگی روش انجام میدین، حالا چه تو سوشال مدیا چه تو جاهای دیگه. این کارو من خودم انجام دادم و براتون یک پیشنمایش میذارم اینجا که بتونین ببینید. پلنایی که بهش اضافه میکنین یا حذف میکنین قیمت مختلفی داره که میتونه از مثلا 900,000 تومان باشه تا 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون. کاری که شما باید بکنین اینه که برین از یک سری از قالب‌های آماده استفاده کنین، رو سفارشی سازی کنین، یه سری مراجع پیدا کنین برای پلکسی. پلکسی چیه؟ یه سری ایستاده‌های پلاستیکیه که هم افقیش هست هم عمودیش که شما میتونین QR کد رو این چاپ کنین و به رستوران‌ها عرضه کنین. خیلی‌ها دارن تو این حوزه کار میکنن و شما الان هر رستورانی بری بلا استثنای منوی دیجیتال داره، مخصوصا تو تهران که جزو کلان شهراست. خیلی از میزا برین یک QR کدی هست یا یک QR کد روی جای دستمالشه، جایی میتونین نصبش کنین. بسته به این داره که شما مثلا چند تا مدل داشته باشی و مشتری ارائه بدی. خب ساختش چجوریه؟ شما میای اول یک قالب پیدا میکنی، هم سفارش آنلاین داشته باشه، هم بتونین منو بسازین، هم میتونین سردسته اضافه کنین. منوی رستوران رو در هر صورت باید یه طوری توی اون سایت بگنجونین که مثلا طرف میاد تو سایت بتونه بیاد آیتم ها رو ببینه، عکساشون رو ببینه، بتونه سفارش ثبت کنه. حالا پلناش چجوریه؟ شما میتونین یک پلن ساده تعریف کنین که فقط بیاین یک پیشنمایش از منو یا آیتم هایی که اون رستوران یا کافه داره بهش ارائه بدین. پلن بعدیش چجوریه؟ بیاین بهش یک سری آپشن بدین مثل باشگاه مشتریان، مثلا گردونه شانس، جزو گیمفیکیشن هاست، باعث تعامل مشتری میشه. مثلا گردونه شانس چی کار میکنه؟ شما میای به مشتری میگی آقا شما اگه شماره‌تو ثبت کنی به عنوان مشتری ما به شما یک آیتم میدیم توی گردونه شانس، فقط یک بار با یک شماره تلفن شما میتونی یک آیتم رایگان داشته باشی، نوشابه، ماست، دوغ. شما با یه مبلغ خیلی اندکی میتونی این بیزنس رو راه‌اندازی کنی و پول ازش در بیاری. شما اول باید نیاز داری که اون قالبه رو پیدا کنی، یه آشنایی مختصری با وردپرس داشته باشی، بیای اول یه هاست و دامین تهیه کنی، قالبه رو روش پیاده سازی کنی، پیشنمایشی از اون چیزی که میخوای به اون رستوران پرزنت کنی داشته باشی. یعنی مثلا من میخوام بیام یه رستورانی، من صاحب رستورانم، از طرف خودم میگم سلام، خوبی؟ من یه محصولی دارم که شما میتونین ازش استفاده کنین. نیاز نیست هر سال 10 بار 12 بار 15 بار با توجه به قیمتایی که تو ایران هی داره بالا پایین میشه هی به منو عوض کنین. من بهتون یه منو میدم تحت وب که با دوربین گوشی میتونه اسکن کنه، از این طریق هم سود ببره هم شما محصولتو بفروشی. حالا استپ بعدی اینه که شما بیای با استفاده از یک سری ابزارها مثل یلو پنسیل میاد CSS رو به صورت دیداری ادیت میکنه. اگه کد نویسی بلد باشین که چه بهتر. بیاین ووکامرس رو روش نصب کنین، یه سری پلاگین های درست حسابی که سرعت خوبی به سایتتون بده که مشتری سریع بیاد بتونه بره همه آیتما رو ببینه، همه جای سایت بچرخه. من لینک منوی خودمو میذارم، یعنی لینک سایت خودمو میذارم، میتونین برین اونجا ببینین، یه الگو برداری کنین ازش و از اون استفاده کنین. ما باید بتونین یه سری تأمین کننده هایی رو پیدا کنین که اون تأمین کننده بتونه براتون QR کد چاپ کنه، یا میتونین عکس های آماده ای رو از گوگل با تایتل رستوران، QR کد منو، مثلا آن تیبل، QR کد هایی که روی میزهای رستوران ها قرار داره، یه سری الگو بهتون میده که شما میتونین رو سیو کنین و برای شروع تو سایتتون داشته باشین. که دارم بهتون میگم شما فکر کن اگر بتونی یک بازاریابی، یک مارکتینگ خوب روش انجام بدی و مشتری هایی رو پیدا کنی که این رو ازت بخرن، شما شاید در ماه بتونی مثلا 10 تا بفروشی. 10 تا 2 میلیون میشه 20 میلیون. یعنی شما تو ماه اگه 10 تا دونه از این QR کد رو ببری به 10 تا رستوران، 10 تا کافه فروشی، میشه 20 میلیون. این برمیگرده به اون مهارتی که شما تو ارائه محصولت داری.
یعنی من یه محصولی درست کردم همینجوری که کسی نمیاد ازم بخره، من یکی یا تبلیغات کنم یا بتونم این رو پرزنت کنم، بازاریابیشو انجام بدم، اونجوریه که میتونم بفروشم. شما با یه هزینه حداقلی مثلا با 1 تومن اگر بخواید اورجینال بخرین 1.5-2 تومن میتونید در ماه بالغ بر 20 میلیون مینیمم در بیاری. باز برمیگرده به مارکتینگ. ببین این خیلی مهمه، اینکه شما بتونی با بازاریابی درست محصول درستی رو به مخاطبینی که نیاز دارن ارائه بدی. کل بازارم همینجوریه، عرضه و تقاضا. من یه چیزی میخوام، مثلا من یه میکروفون میخوام، این رو به شرکت اعلام میکنم، این تقاضای منه، شرکت اینو میسازه به من ارائه میده، این میشه عرضه، یعنی عرضه میکنه به من و من این میکروفون رو میگیرم، این میشه عرضه و تقاضا. این رابطه بین مشتری و فروشنده است. شما میای پس چیکار میکنی؟ میای یک هاست و دامین تهیه میکنی قالب مختص به این که شما بتونی یه سری محصول توش آپلود کنی و یک سری دسته‌بندی معین داشته باشی رو روی اون هاست و دامین پیاده سازی میکنی. اگر نمیدونی چطور این کارو کنی، با یه سرچ ساده میتونی تو اینترنت پیدا کنی. بعدش چی کار میکنی؟ اون قالب رو کاستومایز میکنی، سفارشی سازی میکنی. با چی؟ با پلاگین مثلا یلو پنسیل میتونی رنگ و لعاب بدی بهش، خوشگلش کنی، یه خورده مثلا ترانسپرنتش کنی، یه حالته مثلا یه جلوه‌ای اینکه تو نتونی با رقبات رقابت کنی، لااقل بتونی یه چیز خوب ارائه بدی به مشتریت با یه قیمت مناسب. معمولا محصولی که MVP یا پروتوتایپن اینا با قیمت‌های کمتری ارائه داده میشن که بتونی نمونه کارهای واقعی بیشتری داشته باشی. حالا شما میای چی کار میکنی؟ اینجا راه که اومدی این پیاده سازی شد، حالا میای یه لندینگ پیج درست میکنی. لندینگ پیج هم خب من از این اصطلاحات استفاده میکنم، بیشتر روی صحبتم با اون کسایی که طراح وبسایت کار میکنن، برنامه نویسن و با حوزه وب یه آشنایی مختصری دارن که میدونن بعد چطور این کارو انجام بدن. یه لندینگ پیج درست میکنی و پلن هات رو اونجا ارائه میدی. پلن معمولی، مثلا پلن با سفارش آنلاین، پلن مثلا با بدون سفارش آنلاین، با مشکل مشتریان. من منو میذارم، میتونی بریم ببینین و خیلی راحت میتونی از اون الگو برداری کنی. با یه هزینه اندک شما میتونی ماهانه بالغ بر 20 میلیون پول در بیاری، بسته به مارکتینگ و بازاریابی که انجام میدی. بعد میای چی کار میکنی؟ لندینگ تو ساختی، سایت تو آوردی بالا، طرف مثلا منو تو آدرسش رو توی مرورگرش بزنه، میتونه منو تو ببینه، آیتم‌های رستورانش رو ببینه، بعد بیاد مثلا ببینه اون آیتم از چیا تشکیل شده، عکسش رو ببینه و شما میتونی بعد اون بیای بری سراغ QR کد رو دنبال استندهای چوبیش بگردی، دنبال CNC کارا یا مثلا اونایی که باش لیزری انجام میدن بگردی، اونا میشن تأمین کننده تو که من بتونم بیام لااقل QR کد هایی که آدرس وبسایت منو رو بهشون دادم بتونم اونا رو روی آیتم های مختلف بدم. مثلا کدوم میتونی 10 تا 20 تا سود کنی. پلکسی هایی که میخری عمودی و افقی، پلکسی های پلاستیکیه که توی سایت آنلاین هم میتونی ببینی یا از پامنار از بازار بزرگ هم میتونی تهیه کنی به صورت عمده. دو نوع داره، ایرانی و خارجی، که اونم مختصرا میتونی خودتون پیگیرش و راحت پیداش کنی. بعد این استپ میتونی بیا یه سری الگوهای این شکلی به مشتری ارائه بدی، حداقل یه دونه داشته باشی کافیه. شما میتونی بیای این منو رو ارائه مشتری بدی، بگی آقا این پلنو رو دارم، این سایتمه، این منومه، اگر میخوای من برات انجامش بدم. بعد میتونی بیای این رو به مشتری بفروشی و ازش کسب درآمد کنی. قیمت گذاریش کاملا بر عهده خودتونه، یعنی اختیاریه، یعنی هر قیمتی که فکر کنی برات بصرفه است رو میتونی اجرا کنی و روی هر محصولت هم خب کلش سوده دیگه. مثلا من فقط صرفا بیام اون استندا رو بخرم، QR کد رو بگیرم، یه سری اصلا میام فقط رو کاغذ چاپ میکنم میچسبونن زیر شیشه میزشون، اون که اصلا هزینه نداره، به عهده خودش. کاری که شما میتونین بکنین اینه. بعد من حتما توی دیسکریپشن میذارم که چطور از کجاها چیا رو دانلود کنین، پیش نیازهاش رو میذارم و تو کانال هم پلاگین و نمونه کار منوی خودم و سایت خودم رو میذارم، اونجا میتونین الگو برداری کنین و ازش استفاده کنین. این از قسمت مارکتینگ ویدیومون. اگر اولین بار ویدیو رو میبینین لایک، سابسکرایب، زنگوله یادت نره، دوست داشتی کامنت بذار، نظرتو برام بنویس که ویدیو بعدی چه جوری باشه. ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین. اگر سوالی بود تو کامنت ازم بپرسین، حتما جوابتون میدم.